کتمان حقیقت. کتمان حقیقت. وقتی دختر تو ای زارعی وقتی مدعی این همه ثواب دارد، خب حضرت علی میفرماید چیزی که برای کسی نمیپسندی برای دیگران هم میپسند. هاشمی اینو میگفت، باید زارعی میگفت مدعی که این همه ثواب داره، آیا تو حاضری مثلا خانواده درجه یک خودتو محروم بکنی؟ یا داره یا نداره؟ اگر داره خب چرا آدم باید ناراحت بشه؟ که واقعا هم آمده در کتاب های ما دیگه، میگه یک بار مدعی بکنی در حد امام حسین، دو بار امام حسین. اینا دروغ عزیز من، اینها دروغ همه، اینها همه برای شما عرض کنم به قول چیزاست که این حضرات ساختن. من اتفاقا در مکه سال 1384 بود با یکی از مفتیان مشهورشون جناب شیخ محمد جمیل بن زینو آمد این روایت ها را گفت آقا در من لا یحضره الفقیه شما آمده هر کس یک دفعه متعه کنه، نمیدونم درجه امام حسین 2 مرتبه در درجه علی 3 مرتبه در درجه. گفتم کجای من لا یحضر هست؟ گفت آقا این کتاب لله ثم للتاریخ نوشته. گفتم والله دروغه، تالله دروغه، بالله دروغه. گفتم اگر همچه روایتی پیدا کردید، حدود نزدیک شد 30-40 نفر از اساتیدم اونجا بودن، دانشجوها اونجا بودن، و گفتم اگر یک همچه روایتی در تهذیب، در من لا یحضر، در کافی، در بهار پیدا کردید، من همینجا درجا از شیعه دست برمیدارم و وهابی میشم. اینا همچه به صورت همدیگه نگاه کردن، کتاب پرت کرد. بعد یکی از دانشجوها گفت شیخ گفتیم این کتاب رو نیار، آبرو حیثیتمون میره. واقعا اینها که دارن میگن یه دلیلم بیارن. یه جناب آیت الله، آیا شما مطمئن هستید در فضیلت صیغه یا متعه چنین روایاتی در کتب شیعه نیامده و همه این روایات دروغ می باشند یا اینکه تجاهل می نمایید؟ مگر این همان فتح الله کاشانی نیست که در تفسیرش موسوم به منهج الصادقین همین روایت را نقل کرده است؟ سپس شما به قول خودتان حضرات را متهم به جعل کردن آن می کنید. فتح الله کاشانی در تفسیرش از رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم نقل کرده که او فرموده است کسی که یک بار صیغه کند درجهش مانند درجه حسین است و کسی که 2 بار صیغه کند درجهش مانند درجه حسن است و کسی که 3 بار صیغه کند درجهش مانند درجه علی است و کسی که 4 بار صیغه کند درجهش مانند درجه من است. اینا دروغ عزیز من، اینها دروغ همه، اینها همه برای شما عرض کنم به قول چیزاست که این حضرات ساختن، این حضرات ساختن، حضرات ساختن، این حضرات ساختن. قابل ذکر است که کاشانی این روایت را در مقام استدلال بیان کرده و هیچ گونه اعتراضی در عدم صحت آن نیاورده است. یعنی ظاهراً آن را قبول دارد و ممکن است ذهن هر شخصی به این سوال مشغول شود که اگر فردی بیش از 4 بار صیغه کند آیا مقام و منزلتش از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر می رود؟ در ضمن دیگر کتب معتمد شیعه که پر از روایات دال بر فضیلت صیغه یا متعه می باشد کم نیست. در اینجا توجه شما را به برخی از این منابع و روایات جلب می کنیم تا آقای قزوینی به وهابیت روی آورده و دست از شیعه بودنش بردارد. ابو جعفر قمی معروف به صدوق روایت می کند المؤمن لا یکمل حتی یتمتع. مؤمن کامل نمی شود مگر اینکه صیغه کند. ببینید چگونه کامل گشتن ایمان نزد علمای شیعه در گرو انجام دادن صیغه می باشد. و نیز روایت می کند و قال ابو جعفر ان النبي صلی الله علیه و سلم لما اسری به الى السماء قال لحقني جبريل عليه السلام فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى يقول اني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء. ابو جعفر علیه السلام گفته است وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اسرا برده شد فرمود جبریل دنبالم آمد و فرمود ای محمد الله تعالی می فرماید من گناه افرادی از امت تو که با زنان صیغه کرده اند را بخشیدم.
هر انسان عاقلی می‌داند گناه فرد با انجام دادن توبه و استغفار بخشیده می شود، نه با لذت بردن از صیغه. و نیز روایت می کند و روى صالح بن عقبه عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له للمتمتع ثواب قال إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله تعالى له بها حسنة ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة فإذا دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر. صالح ابن عقبه از پدرش روایت می کند که از امام جعفر صادق پرسید آیا کسی که صیغه می کند اجر و پاداشی دارد یا خیر؟ ایشان فرمودند اگر وی فقط به خاطر رضای خداوند متعال و ضد کسانی که صیغه را قبول ندارند این کار را انجام بدهد، خداوند در مقابل هر کلمه ای که با آن زن صحبت می کند برای او یک نیکی ثبت می کند و در مقابل هر تماسی که با دستش با آن زن داشته باشد برایش یک نیکی می نویسد و هنگامی که با اون نزدیکی کرد گناهان او را به سبب این کار می بخشد و در هنگام غسل به اندازه قطره‌های آبی که بر موهایش ریخته می شود گناهانش را می بخشد. پرسیدم آیا گناهانش به اندازه شمارش موهایش بخشیده می شود؟ ایشان فرمودند آری، گناهانش به اندازه شمارش و تعداد موهایش بخشیده می شود. اینا دروغ عزیز من، اینها دروغ همه، اینها همه برای شما عرض کنم به قول چیزاست که این حضرات ساختن، این حضرات ساختن. غلو و افراد در این روایت به حدی است که دروغ و جعلی بودن آن واضح و آشکار است. از محمد ابن مسلم روایت می کنند که وی گفت امام جعفر صادق از من پرسیدند ازدواج موقت نموده یا خیر؟ به او گفتم خیر. ایشان فرمود سعی کن تا زمانی که زنده هستی این سنت را زنده نگه داری. و ظاهراً در این روایت نیز توصیه به تقوا شده است. بینندگان گرامی، هر انسان عاقلی با خواندن و شنیدن این روایت ها می تواند با قاطعیت حکم به براءت ائمه از این گونه روایات بدهد، ولی روحانی نمایانی که بدین وسیله ناموس مردم را به بازیچه گرفته‌اند چنان مردم را شستشوی مغزی دادند که جایی برای فکر کردن آنها باقی نگذاشته‌اند.